میتوانم خواهر خدیجه سوال شما رو بگیرم؟ یک دقیقه به فکر من باز نکردم میکروفون ها را هم. خواهر خدیجه شما سوال خود را میتوانید بدهید. السلام علیکم تبارک الله. ما باشم. آره شما. علیکم السلام. استاد جان خوب هستین؟ الحمدلله بفرمایید. خواهش سوال نه استاد جان، خواهش داشتم درباره روزی بهترین روز که در پیش ما رو انتظار است، الله ما رو به اون روز میرسوند، روزی عرفه. صحبت میکردیم استاد جان، خیلی چندین بار صحبتاتون گوش کردیم. اکثر مردم استاد جان همین روزی بهترین قدر نمیکنن، با پخت و پز و با خرید و نمیدونم چی چیزهای دیگر صرف میکنن. تمام خواهد. شاید اکثر مزنهای مهاجر در کار هستن، اقلا حداقل همون روز کار نروند، پخت پزاشون کسی برای تیاری میبیند پیشکی کند، مثال بهترین روز از دست ندهند. برای همین گفتم استاد جان شما الله حفظتان کند خواهر خدیجه. آره ما پیشتر هم گفته بودیم خواهرها الحمدلله یک دو سال آخر است که اکثریت خواهرها میگویند که ما روزه عرفه رو پیشتر برای نمیگذرانیم. در روزه عرفه الحمدلله روزه‌دار با عبادت میگذرانیم، ولی باز انشالله یگان چند روز بعد درباره روزه عرفه و احکام با هم صحبت میکنیم. الان نصیب کرده باشد از حاضر میتوانیم خواهرام خطا نکنم 25 ذوالقعده هست، الکی برای ذوالحجه 4 روز یا 5 روز مانده است. اگر ماه 29 روزه باشد یا 30 روزه باشد به آن نگاه کرده 4 روز یا 5 روز مانده است. ماه ذوالحجه روزه گرفتنش مستحب است، خصوصا روزه عرفه 2 ساله گناه ها را محو میکند و دعاها در آن روز اجابت است. یعنی روزی هست که در دیگر روزهای سال آن را پیدا کردن نمیتوانید. اور دسترخوان عید و مهمانداری و همدیگر دیدن خوب است، اما میدانید که با خوردن و با دسترخوان کردن آن ثوابی که با عبادت و با استغفار و با روزه میگیرید اصلا گرفته نمیتوانید. برای همین همانگونه که برای دسترخوان عید فکر میکنیم، برای روز عرفه که ما با کدام عبادت ها چگونه سپری میکنیم باید یک نقشه خوب کشیم که پروردگار عبادت آن روز را با همان نیت های ما نگاه کرده انشاءالله نصیبمان کند. و یکم ام محمد بفرمایند. الحمدلله ام محمد سوال بدهند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال من از این موضوع بود، یعنی گفتید که وقتی که زن طلاق میگیرد باید تا عده‌اش پوره شدن در خانه شوهرش بیستد، خودش هم نرود و شوهرش هم او را از خانه پیش نکند. اما سوال من در مورد اون بود که وقتی زن فرزنددار هست و وقتی که خیلی طلاق میشود اما دیگر نمیخواهد مثلا شوهر کردن در خانه پدر مادرش هم خیلی اون قدر شرایط مساعد برای وی نیست، برادرانش هم یا که شاید که پدر و مادرش وفات کرده باشند، وی میتواند که در همان خانه شوهرش بیستد. در این حالت میتواند شوهر حق دارد که او را از خانهش پیش کند. بعد از سیم طلاق اون خانه شوهر است. خواهرم اینها به هم کلا نامحرمند. بعد از سیم طلاق باید برود. فاطمه بنت ابی قیس بود خطا نکنم. بعد از سیم طلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی میپرسن میگن به تو دیگر سکنا نیست، تو بتوانی، حدیث در بخاری است، تو در خانه ابن ام مکتوم که چشمش کور است و خطا نکنم همسرشون امک بچهشون بود، در خانه او عدت را انتظار شو که شوهرش چشمش کور است، یعنی در آنجا میتوانی راحت تر باشه. بعد از طلاق سیوم دیگر در خانه شوهر نمیستد زن، باید دیگر از آنجا برآمده رود. بعضی علما هستن که در عده فقط میگن در عده در همونجا انتظار شود. فرزندانشون چی میشه؟ و فرزندانشون مثلا یعنی مادر فرزند چند ساله هستن فرزندان؟ یعنی این سوال است خیلی خواهرم آخر سوال رو ما دیده بعدن میگیم اگر فرزندها کودک هستن، آره اگر کودک باشد به جای زیست باید شوهر مهیا کند فرزندها رو و مادر هم به آنها نگاه میکند. اما اینا با هم زندگی نمیکنن در یک خانه چون اینا با هم کلا نامحرم هستن. اما ما پیشتر هم گفته بودم در درس پیشتر که تا فرزندها به بلاغت رسیدن پسر بچه ها و توی شدن دخترک کلا نفقه و خرج آنها چه جای زیست و چه لباس و چه
تعلیم باشد همش به گردن پدر است و جز پدر دیگر هیچ کس نیست. مادر نه، فقط به گردن پدر است. تشکر زیاد. و یکم زینیره شما سوال بدهید. السلام علیکم آقا جان، بخشید یک سوال داشتم برای دوستم بود. متاسفانه سیم شوهرش میکنه، هر شوهرش یک نمود رفتار میکنن. در وقتی تان دست چون از دختر پول میگیرن، دختر کوشش میکنن و میپرتوینش، یعنی دختر چش میپرتوینش میره. سیم شوهرش هم مثال کرده است، میگم من شو کنم با شما اجازه دارم یک بار شما من در که سیم شوهر با چهارم میشه، پنجم میشه. خواهرم در اسلام سیم بار چهارم بار شوهر کردن گناه ندارد و شوهر از زنا نیست، از زنا بهتر از شوهر کردن. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند مؤمن را از یک چقوری دوبار مر نمیگزد. یک شوهر بیناموس فریبگر کردی، دویمش را باید حتما با اطرافش رو شناختن و در اسلام زن خود از خود توی نمی شود. میدونید که حتما در آنجا ریزوگی و مصلحت پدرش فرض است. باید با پدر با برادر اونها نباشند تقایی امکی، یک انسان های عاقل یا حتی اقل امام مسجدی که مثلا همه با خوبی میشناسند با اونها باشد. وقتی که تو 3 تا شوهر کردی و هر سه خیلی برآمد، اونجا مشکلی در خودت هست، در اختیار خودت است. یعنی اونجا درستر خود رو باید ببیند که این با کیها شناس و چگونه تو شده ایستاده است. اما 3 بار شوهر کنه، 4 بار شوهر کنه، 3-4 شوهر کردن عیب نیست، این حلال است. زنا حرام است، نه این چیز شرمندگی است. خواهر مصطفی شما بفرمایید. سلام علیکم علما جان، نماز شما؟ و علیکم السلام، الحمدلله، بفرمایید. سوال داشتم که همین نماز تهجد ما واسه در مسکو قرار داریم، نماز بامداد گذشته ساعتای 10 بعد نماز خفتن ساعتای 10:30 میشه که همین تهجد وقت خفتن هم میخونیم ساعتای 11 تهجد هم قطعش بخونیم. خواهرم تهجد اساسا نماز شب و نفل بو که ندارد بعد از خفتن، اما تهجد اساسا نماز هست که نصفه شب یا پیش و پیش بامداد خوانده می شود. یعنی ثواب کلانش این است که تتجافى جنوبهم عن المضاجع بود، خطا نکنم آید که آنها از جای خواب میخیزید، مخصوص بیدار میشوید. برایتان فرض نیست نماز تهجد میخوانید. یعنی نماز تهجد که ثواب کلان دارد، شما پس از خفتن مقدار خواب میروید و نصفه شب یا اینکه اگر گفتید انا 2 بامداد است تقریبا 1 میخوانید، یا اینکه تماما بیدار خواب باشید اگر کمتر دیرتر برده میخونید. 1 بار خفتن خوندید و 1 نماز خوندید، اون نماز نافله ثواب است، اما نماز تهجد ثوابش نیست. سوال دیگر داشتم که همین آدمایی که مثال زنهایی که سواد دینی دارند و دنیوی ندارند و آدمایی که سواد دینی ندارند و دنیوی دارند، همینا زنهایی که سواد دینی دارند خطاگی زنهایی که مثال سواد دنیوی دارند همونا را اصلاح میکنن. همونا میگویند که مثال شما سواد نداره، مقصد که سواد دنیوی از دینی بالاتر. در همین آدم ما چی گفتنی هسته؟ خواهرم من نمیدونم سواد دنیوی گفته شما چی رو در نظر دارید؟ یکم مکتب رفتن رو در نظر دارید یا خواندن و نوشتن رو در نظر دارید یا یگان کسب رو در نظر دارید؟ مقصد همه خواندن و نوشتن سوادی. خواندن و نوشتن این چیز حتمی است. من خودم هر زنکی که خود رو مثلا اهل نماز و حجاب میگوید و خط تاجیکی رو خواندن نمیداند میگم خیلی پست است و خیلی پست از این چیز خیلی. اما گفتید کسب و کار که یک نفر مثلا معلمه نیست یا به یک معلمه گپ میزند. خواهران عزیز الله میگه اقرا، اما اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان، فقط خواندن نه، بسم ربک الذی خلق، به نام پروردگارت بخوان. هر علم دنیوی که علم دین در داخلش نیست و صاحب کسب و کار هستی، نه الله را میشناسی نه پیامبر را، تو هیچ قدر و قیمت نداری. برای همین دیده ایستادید مگر این امروزه دشمنهای انسانیت
که این همه مصیبت و مشکلی رو بالای غزه آورده ایستادن، بالای دولت‌های افریقا آورده ایستادن، بالای مردم مسلمان آورده ایستادن، اینها صاحب علم دنیوی نیستن؟ همشون صاحب علم دنیوی هستن. علم دنیوی که با آن علم دینی همراه نیست یگان قدر و قیمتی ندارد. اما آنهایی که علم دینی دارد حتما برای علم دنیوی هم نه به خاطر فرض بودنش، به خاطر اینکه خود را صیقل میدهید. یا گفتیم با این خیلی باز جهان بینیتون وسیع می شود. باور کنید من دائمی میگم هر شاگردی که زنهایی که در ما هست آنها علم دنیوی دارند در علم دینی هم خیلی پیش می روند، به جامعه می توانند یک کمک جدی رسانند. اما آنهایی که فقط در خانه ها پنهان شده و دور از جماعت درس خواندن آنها آره خوب هستند، تقوا دارند و باید قدر کرد، اما با جامعه که آموخته نشدن اینقدر با مردم کار کرده نمی توانند. آنهایی که فقط علم دنیوی دارد حتمی نیست دانشگاه خواندن. برای علم دنیوی رو خواندن ابن سینا دانشگاه نخوانده بود، رازی و دیگر شاعران پیشتر از سعدی و حافظ و اینها دانشگاه خوانده، با مرد و زن آمیخته شده، رقص و بیرق نبرداشته بود. شما علم های دنیوی رو در خانه هم میتوانید. شما 2-3 کتاب جغرافیا خوانید، از اونهایی که دانشگاه جغرافیا تمام کردن بالاتر میشوید. شما 6-7 ماه خود را برای آموختن یگان زبان روسی باشد، خارجی باشد 2-3 ساعتی وقت جدا کنید، از چند دانشگاه خواندگی بهتر میشوید. اینجا برای ریا نشدن من بعضی چیزها را نمیگویم، یعنی برای علم دنیوی داشتن حتمی نیست که دانشگاه روی آمیخته شوی، با مرد و زنها حتما پگاهی روزی یوبکه و سیاه و نمیدونم بلوز و چیزی دیگر پوشی. در خانه هم میتوانید. اما آنهایی که علم دنیوی دارند خواهران عزیز همیشه میگم، چون امروز این مشکلی آمده ایستاده است، بعضیا فکر میکنن که اونی که علم دنیوی دارد دیگر کافی است و زندگیش رو پیش میبرد. پیش برده نمیتواند. کسی که علم دنیوی دارد و عرق می نوشد، سیگار میکشد، حرام میخورد، چی فایده دارد؟ بلا هست و چیزی دیگری نیست. ما امت اقرا هستیم، اما اقرا بسم ربک الذی خلق که ما باید بخونیم، اما با نام پروردگار. خواندنمون پیوست شود با چی؟ با بسم الله. از یک دقیقه خواهرام مثال خوندگی هستیم تا صنف 9 خوندگی هستیم، مثال نوشتن، کتاب خوندن، همه چی را میدونیم، نه که همه گفتش اوکی مثال دانشگاه نخوندگی برای من جواب دادم خواهرم، جواب دادم. خواهر نرگس بفرمایید. خواهر نرگس شما بفرمایید. آره شما بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر اجازه باشه از شما 2 سوال داشتم. بفرمایید. یکم سوالم همین است که همین شخصانه که خصوصا هم در جاهای ما هم خیلی عادت است، وقتی که زنهایی که برای پسراشو کلین میکنن، دختران جوان صنف 7-8 و فاتحه پسر خود میدرارن، وقتی که فاتحه در آوردن 1 هفته پس یا که 1 ماه پس برای همه عروس شونده دستورخون میبرند از مقطع و لباس و جواهرات. بغیر از این در عید قربان، عید رمضان دستورخون مثال خوراک، نان برای همه عروس شونده سر لباس میبرند. آیا همین طبق شریعت درست است یا نه؟ خواهرم این عرف است، این عرف است. همچون هدیه در شریعت فقط توی میکنی، نکاح میکنی، مهر میدهی، اما این کاری که میکنن یک عرف است. عرفی هست که اگر اسراف و خودنمایی نباشد انشالله همچون هدیه حساب میشود. اما اسلام در توی هم حتی مثلا چنده باید دسترخوان شود و مهمان شود، اسلام گفتگی نیست چی باید هدیه دی و یا یگان چیزی طلا دی. نه، در اسلام حتما آنجا مهر ذکر شده است و حتما خوراک دادن به مهمان ها که مردم فهمند که این 2 نفر توی شدن و اعلان کردن نکاح هست. اما این چیزی که شما گفته استاده این فقط عرف مردمی هست که وقتی که اسراف در داخلش نیست، این یک عرفی هست که مردم انجام میدن. ان شاءالله که مادامی که ریاکاری نیست یا بعدم به طعنه و من کردم و نکرد نمیرود و عاقبتش مثلا فتنه نمیشود باقی نیست. لیکن یک چیز دیگر رو باید اینجا گفت خواهر نرگس، وقتی که شما فاتحه میکنید یقین بدانید این 2 نفر با هم نامحرم هستند. بعضی فاتحه هست که 1 سال 2 سال 3 سال میشود و بعدا از هم جدا میشوند. این 2 عائله بهترش این که بگن به شما وعده دادیم که انشاءالله دخترک کلان شد میدهیم، لیکن بیاید کلا همون در مسافه که با هم
هنوز محرم نیستن بمونه، یعنی زیاد رفت و آمد کردن و زیاد هدیه دادن و زیاد گویا که اینو مثل زن و شوهر صحبت کردنشان هیچ به خوبی نمیبرد. دیگه سوالم همین است که همین در بسیار آدم ها زنهای مسلمان مثلا نماز میخونه میگون سطر دارن نکه که می خوراک میپزن خانه اوبارکه میکنن فرزنداش وقتی پرگولکه میبروین همینا رو ویدیو میکنند در یوتیوب میپرتن و بعضی از میگون که ما از روی مجبوری همین کار کرسالیم مثلا روی اکرام رونگه بعضی از میگون که فرزندان من از حساب همین اینترنت پول میگیرند نانی میخوان دیگه هاشون رو میخورن آیا کاری ها درست است یا که نه؟ فرزند دو سال هست و نماز خواندن کتاب قرآن خیلی چیزا شک دارد. برای من یک چند نفر نصیحت دادن که همین فرزندت مثلا هم خیلی ویدیوها پرتا بسیار جوانان در تیک توک هستن در یوتیوب هستن همین فرزندی تو رو بینند نگون عبرت گیرن همین خواندن قرآن خوندن شد اگه خواندن نمیتونه فرزندی من 15 ساله هست اگه همه خیلی شفق داره اگه نمیدونم راستیگه همین کار درست است یا که نه. فهمیدم خواهر نرگس. درباره بلاگری پرسیده ایستادید. بلاگری زنهایی که خود رو خیلی گفتید حجاب دارند و گویا اهل قرآن و اهل نماز هستند، السلام علیکم و رحمت الله گفته شروع میکنند، خواهر کاری پست است، خیلی پست است، خیلی بی‌زیب است. درباره کار کردن از یوتیوب باشد الله شاهد باشد خواهران عزیز، الله بالای سر من شاهد باشد. با اون همه نواری که من دارم من از یوتیوب یگان تی نمیگیرم. یوتیوب برای من یگان تی نمیدید، یعنی تقریبا تو نوار کرده موندی یوتیوب برای تو پول میدید. این فکر غلط است. این رو کسایی که با یوتیوب کار کردن میدونن و همه خواهرایی که میگن ما با همین کار میکنیم این یعنی خیلی شبهه‌ناک است، مگر اینکه اونها یگان کس به اونها چیز دهد و اونها رکلام کنند و بعداً پول گیرند، وگرنه همیشه تو نوار کرده و یوتیوب موندی یوتیوب به تو یگان تی نمیدهد. یعنی به این الله شاهد باشد، قسم به الله که من خودم این چیز رو دیده ایستادم و میدانم. اما درباره اینکه تو منم میدونم که مرا در نظر ندارن، من به خاطر این گفته ایستادم که زنهایی که میگن ما با همین زندگیمون رو پیش میبریم. گفت کمی پیش همین چیز رو گفتید که یعنی زندگی ما فرزندای ما از همین حساب میخورن، همین رو گفتید. من برایم گفته ایستادم، برای من رب نداشته باشد هم که همین گپ خطا هست که تو به یوتیوب نوار مانی و از اون پول درآمد کنی. فقط در یک حالت یک نفر میگوید تو به یوتیوب میره یگون چیزی مرا رکلام میکنی، اون هم الکی یک راهی تجارت است، وگرنه اکثریت اونهایی که میکنن من به جز ریاکاری چیزی دیگری نمیدونم. و خواهران عزیز، مثلا منم مادر هستم، شما هم مادر هستید، کدام فرزند شما تیک توک رو دید و قرآن خوان شد؟ کدام فرزند شما رولی که یک پسرچه رو دید و نماز خوان شد؟ تربیه از تیک توک نیست، تربیه از یوتیوب نیست، تربیه از خانه است. آدمای کلان یگان درس گوش کرده میتوانند، یگان نوار تربیوی دیده میتوانند، اما کودک رو دیده انا این رو ببین در تیک توک نماز خوانده ایستاده است تو هم نماز خوان، گفته نمیشود. تربیه جای دیگر است. من مردم رو هوسمند میکنم گویان فرزند رو از خورده دیگر جلوی دوربین یا گفتیم کامera میموند و زندگیش فقط خود رو نشان دادن می شود. و خواهرایی که با حجاب مثلا آشخانه خود رو مردک به من هدیه آورد و فرزندی من کلینم میگوین، من راستیگه به اینها خیلی یعنی رحمم می آید از یک طرف که چقدر بیچاره عقل پایان دارن که نخود تو همین چیز که فکر کنید یک آبرو میگیری، نخود فکر کنی همین کاری تو درست است که تو زندگی خود رو، شوهری خود رو، فرزندی خود رو، دامادی خود رو، کلینی خود رو روز عروسی نمیدونم خیش و تبارد رو بمانی با سطر داری. باز اکثریت چون با سطر میبرن گمان کنی کاری نه، این کارت خوب نیست. با این کار اولا یکم شما پول کار نمیکنید که این چیز 100% است، دوم این است که برکت ندارد. حیاتت برای با ریاکاری و خود نشاندهی میرود و وقتی که به سرت مشکلی میآید نه یگان پدپیس چکت به تو کمک میکند نه یگان آن نوارها. برای همین عقل رو به جایش مانید. در کجا چگونه میتوانید خود را در دنیا نجات دهید، در آخرت نجات دهید؟ سرتون بالا باشد، یک مادر باشید که فرزندها از شما فایده گیرند، یک زن باشید که شوهر از شما راضی باشد، یک زن باشید که جامعه از شما استفاده برد. این رو فکر کنید که برای این اگر کمی فکر کردیم ما خیلی راه پیدا میکنیم. خواهر بودن ماشاءالله میگن استاد من فقط کاری میکردگیم
بعضی چیزهای دستی میسازم از نگین و از اینها و اون رو میفروشم برای زندگیم و بعضیش رو خیر میکنم. با همین خیلی پیش میروم. یعنی هیچ نه همین چیز رو یافتم که به نظرم میگه خیلی خوب است از دیگر کارها. و من پیشتر هم گفته بودم خصوصا تاجران اینترنتی، زنهایی که کرته و نمیدونم چیزهای دیگر بر اومده میفروشید و گمان میکنید کاری حلال است، این کار درست نیست. زن مسلمان باید یک عفت داشته باشد، یک قدر و قیمت داشته باشد. مردم رو با خشونت کردن که اومده چیزی مرا خرید، مردم رو با خشونت کردن که بیایید پد پیسچیک شوید به من لایک مونید، چرا خود رو اینقدر پست میزنید؟ قدر شما خیلی بالا هست، ارزش شما خیلی از این چیزها بالا هست. ارزش خود رو در جای دیگر کوبید که الله البته به شما میرساند. زن مسلمان با این کارها فقط ارزشش پایین می شود. تشکر زیاد. سلامت باشید. خواهر فاطمه شما بفرمایید. امیه شما بفرمایید. عین کتی باشد امیه. صداتون هم بفرمایید. السلام علیکم استاد جان. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد جان من سوال داشتم که همین وقتی که داوود میزاد با سحر و جادو جن را میدرود و در وقتی خواندن همان آدم جن به سخنگویی میدروید، آیا همان گپ‌هایی که میگوید آیا راست است که کدام کسی کرده است یا اینکه یعنی من را که جادو کرد گفته میگوید؟ چی چیز راست است؟ یعنی مثلا جن میگوید که مرا فلانی جادو کرد میگه داره، باور نکنید خواهرم، باور نکنید. او جن است و اگر او جن راستگو میبود خوب میبود داخل این انسان نمیشد. با این یک فتنه میاندازد. و بعضی میگوید همسرت، خواهر شوهرت، خواهر زنت، چیزی دیگر میگوید یک عائله رو ویران میکند. با اون باور نکنید، با اون هیچ باور نکنید. لیکن پیشتر هم گفته بودیم خواهرها، دوای تمام سحر و جادو فقط تقوا هست و قرآن و نماز و پاک بودن و دور بودن از گناه هست. لیکن با اون باور نکنید. مریم بفرمایید. سلام. بگوید خواهرم. بگویم که به همین درس تجوید شما چگونه خود رو داخل؟ ما درس تجوید هم تمامشتگی است خواهرم. ما درس تجوید ندارم. من شخصا خواهرایی که تجوید میخوندن بالاتر گذشتگی هستن. حاضر درس زبان عربی و درس عقیده و فقه داریم، لیکن شاگردات تجوید داشته باشن انشالله همراه میکنن. بعضا گروه شده میشود و پیوست میکنیم، اما خودم دیگر به شاگردها سپردگی هستم تجوید را. مریم بفرمایید. استاد جان من شما بفرمایید. سلام رحمت الله. نه مریم با چی نویستگی؟ با تاجیکی نویستگی بودن. ها شما بفرمایید. السلام علیکم استاد جان، یک سوال داشتم. یک خواهر یمی تاجیک من در همین طرف اروپا با یک خواهر ترک یک خیلی باغچه هایی کدگی باغچه‌ای که خودشون یک جای خیلی ارنده گرفتگی و در اونجا قطعی یک خواهر ترک کار میکنن. بعد همو یک چند گودکی که پول میتین برای مادرای همو گودک پول میتین برای خوردنی، همو گودک ها برای اوقات سر خوراک هم خیلی او خواهرها خودشون اوقات میکنن و گودک ها میتین. بعد میگه که ما طول یک سال میگه وقتی که اوقات میکردیم برای گودک ها خودمون از همون اوقات خورده میگه. بعد یک سال میگه فهمیدیم که همه درست نبوده. با که ندارد. نه مریم اون اوقات خواه نخواه چی میشود زیادی میکند، خواه و نخواه. بعدن این چیزها مثلا همه میدونیم که وقتی که مثلا پیش من یک 20 کودک آوردن و به آنها خوراک پختم، همه مادرها یک کاسه خوردنی مرا نمیگویند، مگر اینکه من از شکم آنها کم کنم، آنها گرسنه مانند خودم بخورم. انشالله این باکه ندارد. یعنی این چیزهای معده هست که همه میدونیم که این رو که داندم راضی میشود. مثلا در آشخانه رو بگید، مثلا آشپزخانه آشپزها خوراک میپزند و سردار همون آشخانه خواه نخواه میداند که وقتی اینا گرسنه شدن چیزی از آن میخورن.
یعنی عرفاً این انشالله داخل می شود و باقی نیست. اما اگر گفتن که در دلمون شبهمان، اینها که گروه دارن خواه و نخواه، با پدر و مادر رو بگوین که ما از همون خوراکی که برای کودکاتون تیار میکنیم خودمون هم میخوریم، شما هم حقتون رو حلال کنید و من یقین دارم که همه حلال میکنن، چون همچون یک مادر کودکا این چیز رو دیدگی است و میدانم. بله سوزا جان، که او کودک‌ها بعضیش مسلمان نیستن، حسابی همه نه مسلمان نباشن هم حتی راضی میشون ان شاءالله. یعنی مسلمان نباشد هم برای یک کاسه خوراکی که یعنی برابر کودکا تو بعضا میخوری که کودکا هم تو رو دیده میخورد، یگان کس ان شاءالله به این چی نمیکنن. یعنی حرام است و راضی نیستم، نه یک چیزی بسیط است. و یکم امی محمد یونس، شما بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد و علیکم السلام و رحمت الله. استاد جان، من یک سوال داشتم. همین جوانایی که در جوانی باری که از شریعت بیرون میکنن که لیجبی صاحبی همه چویمو و کمتر وقت گذره انشالله الله ما را میبخشه گفته طاعت و عبادت میکنیم، یعنی که صاحبی همه چی شویم، چی کار کنیم نکنیم، صاحبی همه چی شدیم، ای الله طلب میکنیم که خداوند ما را ببخشه، یعنی در این حالت بخشیده میشه. خواهرم نگاه کنید، بخشیده شدن در دست الله هست. بخشیده شدن من یعنی این برای من حرام است که بگم آنها بخشیده نمیشوند یا چیز دیگر، اما همین گونه کار کردن این مسخره گرفتن دین است. این مسخره کردن است که من چیکار خواهم میکنم بعداً توبه میکنم و اون توبه به تو نصیب میشود یا نه. شما مثلا خواهرها اطرافتون رو ببینید، چقدر نفرهایی هست که در جوانی مردن، چقدر نفرهایی هست که با راه حرام صاحب همه چیز شدن و در یک لحظه همه چیز رو از دست دادن. یعنی از دست چیزی که حرام می آید خیلی زود می رود و اینها میدونن که همون چیز مثال بیرون شریعته. که میگن که ما میکنیم، یعنی میونی شکستشون میگن، یعنی کاری چی را نمیتونن کردن برای آسان پول در میون. پول با راه آسان آمدگی خصوصا با راه حرام آمدگی یگان برکت ندارد. وعده الله هست یمحق الله الربا و یربی الصدقات، این نابود میشود و تو در آن یگان خوبی نمیبینی. و شما چندین بار شنیدگی شاید باشد خواهران، نفرایی که قمار باختن با راه، بعد یک شده خود را کشتن. نفرایی که پرتسین کتی مشغول شدن یک بار صفر شدن. یا پناه بالا بعضی ها از راه حرام از مردم پول گرفتن، یک کسلی سرطان شدن، یک سیل آمد و تمام داراییشان رفت، یک بیماری دیگر شد، یا یک جوان دختر جوان پسر خود را از دست دادند و دیگر هیچ به خود نآمده ایستادند. یعنی حرام هیچ برکت و هیچ آرامش ندارد. هر چی گفتی هم حرام کار خودش را میکند و با حرام یگان نفر نمیتواند بگوید من دیگر آسوده خاطر میشوم و بعد از آن توبه میکنم. آیا آن توبه را الله به تو نصیب میکند یا نه؟ و این یگان کس نمیتواند که به تو کفالت دهد. و یکم ام یاسمین، شما بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد جان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان، ما باید امیدی قربان سوال دادن بودم. هر سال ما نمیخه قربانی میکردیم. این سال شوهرم با خرید نیا مغازه قرضدار شد. ما میتونیم قربانی کنیم؟ قرضدار آدم قربانی نمیکند خواهرم. قرضدار به همون قرضتون بدید مگر یقین دانید که قرض را داده میتوانید. گفتید ما قرض داریم، 100% درآمدی داریم که با اون ما قرض را پورا محکم کرده میتوانیم، در اینجا شما میتوانید قربانی کنید. اما معلوم نیست قرضدار هستیم، قرض را پرداخت کرده میتوانیم یا نمیتوانید، نه در اینجا قربانی نکنید. بهتر است چی را بدید؟ قرض را از همون پولی قربانی یک قسمی قرض باشد هم بدهید. چون قربانی برای آنهایی که قرضدار نیستند، شرایط دارند، برای آنها واجب است، نه برای آدم‌های قرضدار. یعنی اینجا صدقه هست و دادن آن قرض برای شما فرض است که باید از پی آن شوید. خواهر مدینه بفرمایید. مدینه با انگلیسی نوشتگی است. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد جان. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد جان، سوال داشتم. مثلا در حدیثی هست که میگه وقتی 2 رکعت نماز پیش از بامداد خوانده شود ثوابش زیادتر است. این بعد از اذان بامداد یا پیش از اذان؟ و همون سنت است خواهرم، و سنت بامداد است. بامداد یگان نماز نافله ندارد. همون سنت بامداد
بهتر از دنیا هست تو ثواب آن، اما 2 رکعت سنتی که میخواند. یگان نماز نافله نداره ما، یعنی وقتی نمازی بامداد به جز قضاگی دیگر یگان نماز نافله نیست. یه سوال دیگه، من مسلمان شدم، اسلام قبول کردم. بعضی وقتا میشه که امرای خانواده یگان مشکلی ها میشه و که من در یگان حالت ها یعنی سیغایی می گپ هست که امرا مثلا قدی برادرم گپ نمیزنم چند سال شد. اونا اسماعیلی هستن و دین و نماز و هرچی ما رو قبول ندارن. در این حالت میتونم که من قدشان کوشش کردم چند بار کتاب بزنم، اما یک ناراحت میکنن، اگرجت میکنن از این چیاش دیگه. در این حالت خیلی بکنم. خواهرم شما حتی شیعه اسماعیلی یک طرف استاد، یک آدمی تماما مشرک هم برادرتان باشد، خواهرتان باشد، مادرتان باشد. حدیث در صحیح هست، اسماء دختر ابوبکر میگن، ببخشید دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنهما میگن پیامبر الله مادرم آمد، او مشرک است، میخواهد با من رفت آمد کند. پیامبر میگن سیلی اون مکی با مادرت رفت آمد کن. شما با آنها باید رفت آمد و احوال پرسی کنید، اما اذیتتون میدید به آن پروا نکنید. بگید من به خاطر الله سلام علیک میکنم و احوال پرسی میکنم و اذیتی آنها رو طرز مناسبت کنید که دانن که شما قبول ندارید، اما به خاطر الله با خویش تبار حتی مشرک باشد هم اصلا قهری نشوید و یعنی از خود دفاع کنید. بگید به خاطر الله سلام علیک میکنم و احوالت رو میپرسم، فرزندی پدرم هستی، لیکن این معنیش ندارد که تو مرا مثلا تهدید کنی چیزی دیگر کنی. یعنی جدی گپ زنید انشالله میفهمد. دور هستن اونا در اروپا هستن، اونا در تلفن تمام با تلفن در اینجا خواهرم ضرری آنها چی نمیرسده. بعضی ضررها رو به خاطر الله به خاطر دیگر صله رحم باید صبر کنیم، بعضی اذیت ها رو که به این ان شاء الله اجر میگیرد و این حتما اجرتون رو میگیرد. خواهر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد جان بخشش ایمان دست بالا کنه کور نمیکنه چند درس تمام بفرمایید. تمام بفرمایید خواهرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد جان یک زنه که شینوس بود وای جای رفت نرفت جای کورش من داد. من کور کردم در جای کورش، اومد با جای کورش، او گفت من دیگه نمیبیام. اومد با جای کورش با عبرت نه به خرسندی دادم. بعد رفت کور کردم و جنده او خوجاینون ده او معقول نبود، گفت که قطعی من کور کنیم. گفتم نه جای کور و آدم و میتیمش که بعد زنگ زدن گفتن والیتش کردیم بیا کور کن. من رفتم کور کردم، او تلفن کرده همه خیلی دعا میکنه استاد جان، همه خیلی من ترا دعا میکنه تو چند زنده هستم دعا میکنه تو جای کوری مرا گرفتی. امین در من در یگان چی میرسد؟ ضررش میرسد؟ ضررش نمیرسد. شما خواهرم به زوری نگرفتید. اگر به زوری میگرفتید در حقیقت از پیامبر میگن اتقوا دعوت المظلوم، دعای مظلوم بترسید که بین او بین الله یگان ترجمان نیست. یعنی اگر شما ظالمی بودید دیگر، لیکن شما اینجا هیچ ظلم نکردید، شما کار کردید و من میگم من در حق شما ظلم نکردم، شما دعای نو حق میکنید برای من کار کنه دادم شما را اوالید کرد. من میگم شکی بگیرش میگم عبرت نمیگیرم، اگر شما کار نکنید من دیگر آدم میگیرم او را نمیگیرم. میگم شد نمیفهمم، میگم خیر نفهمد توکلش به الله شما مسبهش نشوید. اینجا دعای و مادامی که شما به ظلم نکردید و اینجا کار در دستی صاحب کار است به شما ان شاء الله ضررش نمیرسد. اما گفتید اگه شما اجازه دید من جوابم رو پوره کنم. اگر دوستی نزدیکتون باشد، خویش تبارتون باشد، اگر در اینجا بگید خیر من به خاطر تو به همون کار نمی روم تا که پیوندمو بیستد. بعضا یک انسان یک دوستت یک نزدیکت یعنی ارزشش از تمام داراییت بالاتر است. اگر گفتید و یک دوستی نزدیکم است به خاطر همین کار معاملمون ویران می شود، به شما نصیحت میکنم که اون دوستتون رو یعنی دل او رو بیابید و بگید من هم به همون کار نرفتم. نه اگر گفتید وای آدم تماما به من بیگانه است، دوست هم نیست، خویش هم نیست، بودنی نبودنش به من هیچی نیست، همین خیلی یک آدمی جنگره یا گفتیم خود رو مظلوم ساز است، در این وقت میتوانید دست به کارتون شوید. همین خیلی استاد جان خیلی آدمی نزدیکم نیست، اما جای کار بسیار جنگ میکنه، اما خوجاینان ده معقول نیست. گپی که او خوجاین میگه اون نمیکنه، کاری خودش میکنه، بعد اون معقول نشد سرش کرده کار بعد من گفت کار ببرو. اما قدیم هم خیلی چی کرده است. ان من جواب دادم. الله ستان کنه.
جزاک الله خیر. و یکم امی امینه شما بفرم خوارا به داخل شدید من برده نمیتوانم سوال جواب رو من نمیتوانم برای همین به داخل دیگه کسی ندارد خوارا لطفاً امینه سوال بدید ها امینه سوالتون بدید جان من همین یه حدیث شنیدم میگن که مردایی که مقصد جنان میرون میگن 72 تا زن 72 تا خوری و 80,000 خدمتگار باقی داده میشود آیا همین درست است؟ درباره حور هست درباره خدمتگار هست حدیث خوارم لیکن برای زنها هم هدیه های خودشان است و چیزی که در جنت هست پیامبر میگن شما از خاطرتون هم حتی گذرانده نمیتوانید و در مسئله حور خوارا حور بهشت مثلا این یک زنه که مثل انسان است که شما فکر کنید چه خیلی مردها با حور میگردند و زنها رشک نمیکنند برای اینکه مثلا همه میدونیم مردها در کتفشان فرشته دارند آره زنها در کتفشان فرشته دارند زن و مردها از پیش و از عقب از دو پهلی هم فرشته های نگهبان دارند کسی به آنها رشک نمیکند چون که به جنس آدم نیست و دادن حور بهشت به مردها این معنای آن را ندارد که یگان زن به آن رشک کند و این یک نقصان حق زنها هم در جنت شود برای زنها هم هدیه خودشان است برای مردها هم و زن و شوهری که مسلمان هستند عملهایشان برابر است با فضل الله زن و شوهر در آنجا هم میشوند و جای اینکه فکر کنیم که برای مردها آنجا چی داده شده است بهترش فکر کنیم که چی کار کردیم برای آنجا یا مردهایی که میگن برای ما حور است و چیزی دیگر است و برای آن حور چیکار کرده ایستاده همون 24 ساعته که الله به تو داده است چیکار کرده ایستاده که پیامبران با پیامبری از الله جنت میپرسیدند پیامبران با پیامبری از الله پناه از دوزخ میپرسیدند که امروز عجیب است از کارهای جنت و دوزخ کم است و فکری اکثریت در حور است که خیلی بعضا انسان رو ناراحت میکنه من جان وای همه چیز مقصد که مردم مجبور هستن خوری گرفتن یا که اختیاری هستن همه را خواستم در این باره هیچ چیزی نمیدونم ام رویده بفرمایند سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاذ جان درباره همی در تاکسی به محرم شیشتن ممکنه استاذ؟ خواهرم تاکسی تنها به تنها با یک مرد بیگانه ننشینید تنها به تنها ننشینید هر جا باشد هم دو تا زن باشد دو تا زن باشد و جایی که شما زندگی میکنید جای امان باشد یعنی تاکسیست ها با یک انسان هایی که بی‌ضررن شناخته شده باشد مثلا با که نیست شوهرتون حتما اجازه پرسید حتما از شوهرها اجازه پرسید که بعضی شوهرها اجازه نمیدن اما بعضا ضرورت می شود شما باید بیمارستان روید یا از اینکه به مثلا اتوبوس سوار شوید که 1001 مرد آمیخته است شما به تاکسی آرام می روید اما ببینید که چه خیلی چون که بعضی مثلا کشورهای هستند که تاکسی از اتوبوس خیلی خیلی خطرناکتر است دروغگو هستند یا گفتیم با تهدید زیادتر پول میگیرن یا بعضیشون پناه به الله حتی راهزن هم هستن وابستگی دارد به جای زیستتون و حتما رضایت شوهرتون و رضایت محرمتون و ایاکم ام عبدالرحمن بفرمایید سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. آره بفرمایید استاد جان هم یک سوال داشتم هم یک خواهر سوال دادن که همین خواهرم میگه که شوهرش سر نداده و شوهرش برآمده رفته اول سالای اول همین که تماس میگرفته در میزده بعد همین همون طرف ها همون صورتش قطعی همین فرمای و این پوشیدگی هم خیلی قطعی برش ورده نشان داده گفته که نه شوهرت همین دولت های همون سنده دیگر تا نیست در خونه برای شوهر که برای همون دخترک میگه که ما چکا کنم ما
خواهرم نگاه کنید، حالی معلوم نیست که اون شوهرش زنده است مرده است در کجا هست. باید صبر کند، شتاب نکند، اصلا شتاب نکند تا اینکه خبری یقین نآمد شتاب نکند. اگر خبری یقین آمد هم بعد از اون در همون خانه شوهر 4 ماه و 10 روز عزا میگیرد، پس از این میرود از اون خانه شوهر میکند یا چیزی دیگر. اما الان اصلا شتاب نکند. به هیورش هم بگوید که سبحان الله عجب هیوره ببینید، آخر باید ناموسی برادرت است، چگونه میتوانی وی رو بگوی از اینجا برآمده رو شوهر کن؟ برادرت زنده است یا نیست نمیدانی. باید که با خبر یقین اینجا کن فاسقون بنبأ فتبینوا میگوید الله. یک فاسق خبر آورد زود به اون باور نکنید، اول از پی اون خبر گردید، جستجوش کنید که حقیقت است یا نیست. از پی خبر رو پیگیری کند، یقین کرد، بعدم برود تا وی از جایش نجنبد. جزاک الله خیر. و ایاکم. امی امینه شما بفرمایید، با انگلیسی نوشتگی هستن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که خوب و تنصیحت هستین. الحمدلله. بفرمایید. سوال من چنین است درباره تروبکای زنانه بستن. حامله نشدن، برای حامله نشدن از نظر شریعت چی میگفتید؟ خواهرم تروبکای زن اکنون من تا امروز از معلوماتی کوتاهی که میدونم، تروبکای زن بستن یعنی عقیم کردن خود، نازک کردن است. داره تروبکا رو وقتی بستی دیگر تو حامله نمیشوی، با همین کلن راهی حاملگی رو میبندی، دیگر اون باز نمیشود و دیگر با همین تو خود رو عقیم نازا میکنی. برای اینکه تو خود رو نازا میکنی خواهرها در شریعت سلامتی که تو داری اون رو رفته نابود کردن و نازا کردن حرام است. نعمتی داده الله را ناشکری کردن است و تو فقط به خاطر سین سالم بالا فرزندم 6 تا 5 تا گفتن نمیتوانی بروی خود را عقیم کنی، یعنی تروبکا رو بندی و نازا کنی. چرا؟ یکم چه خیلی گفتم این نعمتی الله داده رو به من این لازم نیست گفته ویران کردن. دویم از روی طبی هم خواهران عزیز این گونه خود رو بیمار کردن خیلی بیماری های سخت در پیش است. یعنی با همین خداوند همین گونه جسم ما رو آفریده است که هر یک اعضای بدن به یک دیگریش وابسته است. رفته به سرطان سینه یا به سرطان خود همان بچه‌دان و به دیگر چیزها گرفتار می شود که این رو دکترها تقریبا نمیگویند، طبیبها همین چیز رو نمیگویند، برای اینکه این یک راهی تجارت آنها هست، تروبکا بستن و نمیدونم چیزی دیگر کردن. فقط در یک حالت، یک دکتر نه، یک چند دکتر، یک نفر نه، یک چند نفر بزن اگر گفتن که همین بار حامله شدی برابر مرگ تو است، این بار حاملگی تو رو به مرگ میرساند گفتن چند نفر، انا در اینجا چی می شود؟ در اینجا اجازت است که او تروبکه هاش محکم کند، برای اینکه یک دکتر نه و چند دکتر گفت با همین تو این حاملگی برابر مرگت است. اما نه یک جراحی شاید شوی که جراحی در ما واهمه است. در دولت های عرب هر یک زن تقریبا قریب هر یکش جراحی می شود. به خاطر جراحی یا 4 کودک یا بچه معده یا 4 تا یا ببخشید شوهر من زن دارد یا اینکه من زندگیم خوب نگفتن، خود را عقیم کردن حرام است. یعنی نعمتی الله داده را رفته نابود کردن و ناشکری است که در این باره فتوای لجنه علما هم هست که به همین فتوا هستند که یعنی با سبب های کوچک خود را نازک کردن این حرام می باشد. و یکم امی صبریه شما بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان همه نماز تهجد خواندن و شب ما خواندن میخونیم، در این حالت 3 رکعت که واجب نخونیم باید که بعد تهجد خونیم؟ اگر شما هر شب تهجد میخونده باشید، آره پیامبر آخری نمازشون ویتر بود. اگر شما هر شب تهجد خونید بعد از تهجد ویتر رو میخونید، اما گفتید بعضم میخونم بعضی نه شاید بیدار نشوم، در این وقت ویتر رو خونده خواب کنید. استاد جان نیت میکنم هر شب الحمدلله یک خیلی میترسی در این وقت ویتر رو خونید، یگان خیلی گناهگار نمیشوید. ویتر رو بعد از تهجد یا پیش از تهجد خواندن که انسان گناهگار نمیشود. و یکم صالحه شما بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. من بار اول از در این اشتراک میکنم. اولا از شما خواهش دارم در نمازیتون در حق شوهر من دعا میکرده، چون که ما 19 سال شد زندگی میکنیم. الان که شوهرم در باره کار میکنه، میگه که من همین کار نمیکنم دیگه وای کننده، به خاطر همین کارو میروم یک روز پس دو روز پس به فاحشه‌خانه ها بگم دوست میگیرده. بعد درباره این دعا کردن که ما چیکار کرده میتوانیم خواهر صالحه؟ اینجا شما باید اگون تغییرات کنید. آره دعا هست همیشه، لیکن یک مردکی که چندین سال در گناه کبیره افتاده است او رو دعا کن گفته انسان نمیشیند، انسان از پای چیزی دیگر میشود. معلمه جان من همیشه گفتم که وقتی با او میگویم میگه که من تو پنسانم برام ای کار نمیبرم. در اینجا شما چیکار میکنید؟ شما این رو گفتید با او، فهمیدید، خودتون چیکار میکنید؟ انا من پرسیدنی بودم الان که من دیگر توقت نمیکنم، امورا من از او طلاق کردم، من از او جلو میشوم. گفتم برای که من همه راه رو سنجیدم میگوید که من به خاطر کارم نمیتونم پرداخته، چون که اگر که من با اونها عرق ننوشم و با اونها نروم میگوید و من یگان چی میکننده که با کاری ما ضرر داره. برای همین فقط که تو پنسیون شدنی ما فقط که فهمیدم من، یعنی این گپی اکثریت همون حرامخورها هست. خواهر صالحه فهمیدم من. در اینجا من به شما همچون یک اگر از من مصلحت پرسید یگان لحظه طاقت نکنید، یکی کثافتیش به شما نرسد، یکی حرامخوریش به سلامتی شما تاثیر نکند. وای بر حالتون خواهرای نمازخوان، درست نیست این کارتون. خیر با یک حرامخور زندگی کردن بخشش زیاد علاقه سلامتی هم رو از دست دادم. من شب تا سحر نگاه میکنم که از همون جا میبراید، که به کابینت میدارد، خواب میرود، بعد من در اینجا خواب میکنم. خواهر صالح گریه کردنتون در اینجا خیر من حق میدیم همچون یک زن، لیکن باور کنید با گریه این مسئله رو حل کردن نمیشه. بعد خواهرها همین روز انشالله خواهر راضی باشه، من نامشان رو نمیگیرم، از کجا بودنشان رو نمیگویم. یک خواهر همین مانند زندگیشان رو نقل کردن. خواهر علاقه سلامتی رو از دست دادگی هست، خواهر از 50 سیرش بالا هست، با یک مردی حرامخور حرامگرد عمرش رو گذراندگی هست. الان یعنی بیماری که دارد بجز از همون عصبانیت و زیقی و خفگی دیگر یگان چیز نیست اون بیماریش. خودش رو بیمار کردگی است، دیگر او تماما جوانیش رو از دست دادگی است. حیران موندگی است که چرا آخر برای که خود رو فدا میکنی. یک مردی که پناه بالا عرق می نوشد، فاحشه‌خانه می رود، باز نگاه کنید آرزو دارد که او به پنسه می رود. آیا به پنسه برفتن باور دارد یا شما باور دارید که این انسان به پنسه می رسد؟ یعنی یک زن مسلمان به این چیز باید دقت دید. خواهر و عمر فقط یک شوهری بد اخلاقی حرامخوری حرامگرد نیست. برای شما الله بهترینش رو نصیب میکند. کافی است که به الله یک بار توکل کنید. ما با هم زندگی حضرت اوصیه رو خواندیم که گفت خدای من تو رو میخواهم، اگرچه او زنی پادشاهی که دنیا در دستش بود، از شما فقط یک کابینت و یک کرسی دارد. اون هم گفته ایستادید پناه بر الله فاحشه‌خانه و عرقخوری. باز هم میگفته است من از این کارم برایم این میشوم و اون میشوم. یعنی یک انسانی که توبه کردنی نیست. حتی این انسان توبه کردنی نیست. این کودکی در اویلایی که به اسلام کلام شدگی، برای همین من از او طلاق خواستم و رفتم گفتم این آخران بار تمام دیگه. من همه در سنجیدم با طلباتهای جوگهش هم دیگه خلاسته. برای همین من زنم هستی، هر چی که خواستم باید تو اجرا کنی، چون که تو زمین منی. همین خیلی گپو می شود. من علاقه دیگر ره ندارم. بخشتمان هم گفتم جدا می شوم، دیگر نمی شود، دیگر ره نیست. شوهرم باشد من به تو طلاق نمی دهم، تو حالی یاشی، تو به عقلی، من تو را دوست می دارم، حالی همش خوب میشه، صبر که دیگر من صبرم نمونده. آیا من همین طلب همین کتی گناهگار میشم در پیش الله؟ با چی به طلاق طلب کردن؟
بله آخر میگه از که یک خود انسان ناگاه خواهرم نیست. شما با بله. همین خواهر جان سبحان الله من نمیفهمم که خداوند عقل بدهد خواهر من نمیدونم تو چه اندازه ببخشید تو چه اندازه این بعضی زنها تو این اندازه عقل کم داریم یک مردی فاحشه خانه رو و عرق خور از گناه گپ میزند به او باور میکنید یک انسانی که حیاتش کلا حرام است در غضب الله است او گناه رو داند اگر به اونجا میرود و او گفت گناهگار میشه شما به اون باور میکنید یعنی نخواد دین اینقدر چیزی سبک باشد که شما یک انسان فاسق دشمن دین از دین گپ زند او رو قبول کنید که آیا من گناهگار میشوم شما با زندگیتون با این مرد گناهگارید شما با یک انسانی که کثیف است نجس است زندگی میکنید برای این گناهگار هستید از خوشتامانتون مصلحت نپرسید دل شما هر چیزی که هست به شما روی راست میگوید حیات خود را نابود کرده ایستادید از پایز برآمده با رفتن هم گناهگار نمیشوید او میگوید که تو و ایستا حالی همش نمیشود شما بگه تو اصلاح شو من برمیگردم خواهر صالحه شما بگه تو اصلاح شو من برمیگردم من شما را نمیزنم من حقورت نمیکنم من یگان مرد که بد نیستم فقط من اونجا همکاران بدایم کتشان میرم میشینم تمام اما گفتم که چیکار میکنی نمیکنی من اوش در کار ندارم تمام جواب تمام گفتم و باشه میگه ممبری کتیما ممبری در نکاح من ممبری دیگه ایمای خیلی طلب نکنم شما باید برادر پدر خیش و تبار مردی ندارید مردهای بناموسی اطرافتان با هم پدرم گذشتگی امی بخصرم گفتم با هبرم گفتم همشون همین مردای آخر خواهرم خسور و هبر برادر شما نمیشوند من برادر خونی خودتان نگفته استادم در اینجا برادر خونی هم از خودم خورد است او بیگان و اینها از اسلام با قدر بخبر هم نیسته میگه که من اپا در زندگیتون چقه نیستم این یک بیناموسی دیگری جامعه ما خواهرم یک بیناموسی دیگری جامعه ما خواهرت اونجا هلاک می شود زندگیش تلخ و زهر است تو میگوی من به زندگی کار چقه نمی شوم به زندگی کسی کردو نمی شوم پس رفت تو یک خواهر از بیماری مرد خودش رو زندانی کرد ببخشید خودش رو زیر آب پرتافت خودش رو دیگر حلقاویز کرد دارو خورد و چیزی دیگر کرد می برایند به ناموس حق ما رو از که گیریم فرزند ما رو کشتن دختری ما رو کشتن گفته شروع میکنن اکثریت همون زنهای بدبخت ببخشید زنهایی که زندگی بدبختانه دارن از سبب بیناموسی برادرها و بعضی پدرها هست که دختر رو داده دیگر به او کردن نمیشوی بعد از اینکه هر بلای بالای سری وی آمد دیگر اینجا به اینجا عذاب میگیرند و زیری نمیدونم کاغذ و دکومنت و چیزهای دیگر به مردم میبرن شکایت میکنن بیناموس وقتی که در حیات بود چرا یک بار حالش رو نمیپرسی چرا میگه به زندگی تو من دیگر کاری ندارم تو رفتی در اونجا بمان سبحان الله در این وقت اگر این گونه انسان داشته باشید از پای خودتون میشوید حقتون رو درست طلب کنید اگر شاید که والله علم شما رو دوست دارد شاید که او اصلاح شود اگر برآمده رفتید اگر اصلاح نشد تا اصلاح نشود با زندگی نکنید خواهر صالحه عمری کوتاه خود را با این گونه آلودگی نگذرانید فرزندانم کلان شدگی صنفی علاقه کلانی 9 و 10 هستن همه زندگی رو همه را میفهمن الحمدلله من میگم حاضره کودکو بچه ها دمی کارو دست میزنه الحمدلله بچه های من برای راستم یگان وای نیسته چی نمیرسد این علاقه خود مزم نیسته اپیرات سا گفتستیم سلامتی من دست دادم همین کارا نمیپرتای من میرم قضیات گفتم جواب من تو میرم همونجا جواب من میگیرم تو میگه دین من در این باره جواب دادم خواهر صالح من گفتم که درباره دین گپی او را نگوید که نگه احمقی است یعنی اگه آدمی حرامخوره که در زندگی شرمندگی است از دین گپ نزند دوامش رو نکنید لیکن من به شما جواب دادم که از او طلاق گرفتن حق دارید حق حلالتون است و توکل به الله زندگی خود را تغییر دهید وگرنه یعنی هم در گناه شریک هستید هم این گونه انسان ها والله علم تو چه اندازه اصلاح می شوند و خداوند انصاف دهد خواهر و خداوند هدایت کند پدر و برادر و خیش و تبار اطراف رو که از پای دختر خود از پای ناموس خود باشند همینجا به آخر می رسانیم سوال جواب رو دخترچه من هم صداش برآمده است الله نگهبانتون خواهر صالحه الله به شما کمک کند الها پروردگار دست شما رو خودش بگیرد دست تمام خواهرای تنها تمام خواهرانی که از دست مردهای ظالم
در عذابند خداوند خودش دست شما رو بگیرد الها و کمکتان کند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.